سلام رفیقا. اگه دنبال یه روش ساده بدون دردسر و کاملا تنبلانه برای رشد سریع توی یوتیوب هستی، این ویدیو رو از دست نده. نه نیازی به فیلم برداری داری، نه صداگذاری، نه حتی نشون دادن صورتت. فقط با چند کلیپ آماده میتونی کانال یوتیوبت رو رشد بدی و حتی سریعتر از بقیه به درآمد برسی. به این سبک ویدیوها میگن نیچه رتبه بندی. خب حالا میدونی این روش چطور کار میکنه؟ با من همراه باش که قدم به قدم بهت بگم. کافیه چند کلیپ در همه لحظات، از خنده تا هیجان و ترس، فرقی نمیکنه کدوم حوزه باشه. حوزه ها جدا از هم باشن. فقط بر اساس رتبه ردیف میکنی از اینترنت، مثل تیک تاک یا اینستاگرام ریلز برداری و اونها را از کم خنده ترین تا باحال ترین مرتب کنی. مثلا 5 تا از بامزه ترین لحظات بحث های خیابانی یا رتبه بندی خنده دارترین لحظات آشپزی. یعنی محتواش هم آماده است، هم وایرال پذیره. چرا این روش جواب میده؟ چون یه کانال فقط با همین مدل بیش از 50 میلیون بازدید از یه ویدیو شورتش گرفت، با فقط 63 ویدیو 180 میلیون بازدید جمع کرد. این کانال رو رفتم تو سوشال بلید بررسی کردم و به آمار و نتیجه جذابی رسیدم. تو 30 روز گذشته میانگین درآمد ماهیانه $2000 تا $41000 در ماه تقریبی درآمد داشته. تو 30 روز گذشته 11000 سابسکرایب و میانگین 10 میلیون بازدید در ماه را داشته. کانال دومی که در این حوزه فعالیت دارد و درآمد دلاری بالایی دارد رو می‌بینید. بازدیدهای این چنل یوتیوب با ویدیوهایی که اکثراً بازدید میلیونی دارند ترکونده است. مثلا ویدیویی دارد که 68 میلیون بار دیده شده و در ضمن میزان سابسکرایب این کانال 399,000 بوده. اونم فقط با 177 ویدیو منتشر شده و جمعاً این کانال 780 میلیون بازدید در تمام ویدیوهاش نشون میده. بررسی کانال در سوشال بلید متوجه شدم که درآمد نجومی دارد که در یک ماه گذشته بیشتر از $26,000 و نزدیک 26,000 سابسکرایب جذب کرده و در یک ماه گذشته از ویدیوهایی که منتشر کرده بالای 100 میلیون بازدید گرفته. پس نه تنها اشباع نشده، بلکه الان بهترین زمانشه برای شروع فعالیت. برای پیدا کردن ویدیو تو این سبک از شبکه‌های اجتماعی مثلا تیک تاک و اینستاگرام استفاده کن. کلمه‌هایی مثل کیرن فیلز یا کوکینگ فیلز رو سرچ کن و ویدیوی مورد نظر را از لینک کلیپ ها کپی و با یه دانلودر رایگان دانلودشون کن. از بینشون 5 لحظه بحث‌های خیابانی یا کیرن فیلز انتخاب کن. 2. ادیت ویدیو توی کپکات. البته ویدیو رو به کپکات اضافه کن و تا جایی که میتونی ادیت کن و از افکت و صدا و متن جذاب استفاده کن. تو کپکات روی هر کدوم از ویدیوها متن مناسب بذار. بهتر از فونت بیگ شولدرز دیسپلی استفاده کنی. از شماره 5، 4 1 تا متن اضافه کن. یه متن بزرگ بالای ویدیو قرار بده. بهتر از فونت بنگرز. مثلا رتبه بندی بهترین بحث‌های خیابانی. از رنگ‌های مناسب استفاده کن. قرمز، سبز. ویدیو رو خروجی بگیر و تمام. میتونی تو حوزه زبان انگلیسی شروع کنی. بهترین نتیجه رو دارن. بارگذاری و رشد سریع در این سبک از ویدیوهای کوتاه. در ضمن روزانه 2 تا ویدیوی کوتاه بارگذاری کن و در عنوانها حتما عبارت رنکینگ مومنت داشته باشن. این کار تو تست قبلی تو یک روز 15,000 بازدید گرفته و چون الگوریتم یوتیوب عاشق این مدل رتبه بندیه، چون ویدیو تا آخر دیده میشه. این سبک ویدیوها اولاً بدون چهره، بدون فیلم برداری، بدون صدا هستند و ثانیاً فقط با ویدیوهای آماده و با یه ویرایش ساده درست میشن و این میتونه همون روشی باشه که تو رو به اولین میلیون بازدیدت از یوتیوب برسونه و درآمد دلاری داشته باشی. پس همین الان شروع کن و حتما لایک یادت نره. تو کامنت بنویس وایرانیچ و اگه دوست داری نیچ بعدی آسوم رو هم معرفی کنم سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فعال کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی.